سلام به کافه فیلمیای عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدیم ببینیم توی هفته 4 بهمن داخل سینمای جهان چه اتفاقاتی افتاده. پس با ما همراه باشید. خب خبر اول، طبق خبری که از رسانه The Insider اومده، انگار قراره تام کروز توی فیلم The Movie Critic ساخته کوئنتین تارانتینو بازی کنه، ولی با توجه به اینکه این بازیگر امسال سال بسیار شلوغی داره و فوکوس این بازیگر روی قسمت 8 میسیم ایمپاسیبل هست، ولی بازی داخل این فیلم رو پذیرفته که احتمال زیاد داخل این فیلم هم بازی براد پیت باشه. خب بریم سراغ ددپول 3 بالاخره اولین تریلرش رو منتشر کرد که قرار شد با عنوان ددپول اند وولورین که در تریلر ابتدا از تولد وید ویلسون شروع میشه و بعد نشون میده که توسط اعضای TVA با این سازمان برده میشه و اونجا ایجنت پارادوکس رو میبینه که داستان حول محور مأموریتی که بهش میدن هست که چند روز پیشش ددپول 3 توسط یه اکانت توییتری لو رفته بود که طبق یه عکس تاری که منتشر شده بود احتمال میاد ددپول 3 با عنوان ددپول اند فرند منتشر. خب خبر خوب بعدی این که تیزر و پوستر پاندای کنفوکا 4 هم منتشر شد که با عنوان بازگشت جنگجوی اژدها هستش که طبق تیزری که منتشر شده تاریخی که اعلام شده روی پرده سینما میاد تاریخ 8 مارس 2024 که میشه 18 اسفند این فیلم روی پرده سینما. خب بریم سراغ جوکر 2 که با عکسی از اکانت اینستاگرام فیلیپس در داخل اینستاگرامش به مناسبت روز ولنتاین منتشر کرده بود ملاقات هارلی کوین و جوکر رو نشون میداد که از کار فیلیپس پرسیدن تاریخ انتشار تریلر این فیلم کی هستش. فیلیپس در جواب به مخاطبینش تاریخ انتشار این فیلم ماه اکتبر هستش و تا اواسط آوریل خبری از تریلر این فیلم نیست. لارنس شر هم فیلم بردار این فیلم گفتش این اثر موزیکال نیست و فقط دارای موسیقی است و تا همین الان چیزی از فیلمنامه این فیلم منتشر نشده، ولی طبق چیزهایی که منتشر شده این فیلم در تیمارستان آرکاهام در جریان هستش. خبر بعدی هم مربوط به فصل 2 سریال آندور که از دنیای جنگ ستارگان هستش. طبق خبرهایی که منتشر شده فیلم برداری فصل 2 این فیلم تموم شده و وارد فاز بعدی شد. طبق استوریایی که دیگو لونا منتشر کرده اعلام کرد، گفتش که فصل 2 فیلم آندور امروز به اتمام رسید و از تیم فیلمبرداری این سریال بابت تجربه فیلمبرداری که با تیم بیش از 700 نفری هستش تشکر کرد. خب بریم یه سری به دنیای کانجورینگ بزنیم. کارگردان فیلم کانجورینگ 4 هم مشخص شد که طبق مذاکراتی که کمپانی برادران وارنر و نیو لاین سینما انجام دادن گویا انگار میخوان که مایکل چاو به کارگردانی کانجورینگ 4 بپردازه که در داخل کارنامه این کارگردان اگر اشتباه نکنم دنان 2 هستش و کانجورینگ 3 به کارگردانی این کارگردان هست. خب اینم خبرهای هفته 4 بهمن ما بود. ممنون میشم که ویدیو ما لایک کنید که به افراد بیشتری ساجست کنه و اگه علاقه‌مند به دنیای فیلم و سریال هستید چنل ما رو سابسکرایب کنید چون حتما لازمتون میشه و اگه نظری دارید زیر این ویدیو حتما بیان کنید. مرسی، خدا نگهدار.